تا حالا چیزی راجع به فریز کردن دانه‌های قهوه قبل از آسیاب شنیدی؟ همه میدونن قهوه تازه خوشمزه تره، اما چجوری تو فریزر تازه نگهش داری؟ البته دانه‌های قهوه رو فریز کن، نه پودر قهوه رو. دلیلش خیلی ساده است. دانه‌های قهوه یه پوششی دور خودشون دارن که عطر و طعمشون رو حفظ میکنه. اگه پودر قهوه رو بذاری تو فریزر، رطوبت و هوا بهش حمله میکنن و طعمش رو خراب میکنه. خب حالا راهکارش چیه و چطوری اون دونه رو بذاریم تو فریزر؟ دانه ها رو توی ظرف دربسته بذاریم یا از این کیسه‌های وکیوم و تا جایی که ممکنه هوا رو ازش خارج کن و بعد راحت بذارش تو فریزر و موقع نیاز آسیابش کن. یه نکته خیلی مهمم داره. اگه قهوه تو از فریزر برمی‌داری تا آسیابش کنی، به اندازه نیازت بردار. چون شما قهوه رو از فریزر خارج میکنی، این تغییر دما به دون قهوه آسیب میزنه و این روش هم واسه تازه نگه داشتن دون قهوه بود. حالا شما چطوری دون قهوه‌تون رو تازه نگه می‌دارید؟ واسم کامنت